سلام و وقتتان بخیر. سفارت آمریکا در کابل یک بار دیگر افزایش خشونت از سوی طالبان را نکوهش کرده است. در اعلامیه این سفارت نگاشته شده که طالبان حقوق بشر و آزادی بیان را رعایت نمی کنند و این کارشان سبب فاجعه در افغانستان شده است. پاکستان میگوید در پروسه صلح افغانستان صادق است و ادعاهایی که در جلسه ملل متحد بالای این گروه وارد شده است حقیقت ندارد. پاکستان همچنان اظهار نارضایتیش را به خاطر عدم اجازه حضورش در نشست ملل متحد را نشان داده است. در 24 ساعت گذشته 572 طالب کشته و 309 تنشان زخمی شدند. وزارت دفاع ملی میگوید عملیات تعرضی علیه طالبان آغاز شده است. جنرال سمیع سادات قماندان قل-اردوی 215 میوند میگوید طالبان در هلمند شکست تاریخی را متحمل شدند و افزوده است از جمله 14 قطعه سرخ طالبان 11 آن از بین برده شده است. 367 تن از سربازان تازه نفس در کابل و قندهار وارد صف محاربه شدند. وزارت دفاع ملی میگوید این سربازان که به گونه داوطلبانه به اردوی ملی پیوستند تعهد سپردند که از افغانستان دفاع میکنند.